سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قصد دارم برم یه جایی برای بازدید. بریم که توی مسیر بهتون بگم چه خبره. این جایی که داریم میریم جزو مرتفع‌ترین نقاط برلین به حساب میاد. برای اینکه اسمشو درست تلفظ کنم به یکی از دوستان آلمانیم تو دانشگاه پیام دادم، گفتم وایس این رو برای من بفرست که تلفظ صحیحش چیه. اونم اینو فرستاد. تویفلسبرگ بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل میشه به یک پایگاه نظامی برای آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها که اومدن اینجا و یک ایستگاه شنود راه اندازی کردن. امروزه اینجا تبدیل شده به یک مکان خاص برای هنر، مخصوصاً گرافیتی‌ها، و اینجا توریست زیاد میاد، دانشجو زیاد میاد و حتی بعضی از شرکت‌ها کارمنداشون رو میارن اینجا که فعالیت‌های تیم‌سازی و کارهای این چنینی انجام بدن. اینجا یه مکانی مثل بام تهران خودمونه که آخر هفته ها مردم میان اینجا یک نفسی تازه میکنن، انرژی میگیرن، میخندن، کیف میکنن تا بتونن هفته بعد رو خیلی قبراق و شاداب شروع کنن. پیشنهاد میکنم اگه خواستید بیاین اینجا حتما کفش مناسب بپوشید، چون کلی پیاده روی و سربالایی داره باید راه برید، و آب و خوراکی هم بیارید. تو این مسیر خسته میشید، تشنه میشید. تا برسید بالا همه چیز هست، میتونید لذت ببرید. این ویدیو رو هم بفرست برای اونهایی که اینجا رو ندیدن، برلین هستن یا قراره بیان برلین. لایک کن، نظرت هم در مورد اینجا و در مورد این ویدیو بنویس. قراره من کلی ویدیو در مورد جاهای مختلف بسازم که از برلین شروع کردم.